رفقای گل حالتون چطوره؟ امروز دوباره اومدیم با ویدیوی جدید مستر بیست و خودم این ویدیو رو خیلی دوست دارم. به نظرم از بین 3-4 تا ویدیوی آخر مستر بیست این از همشون بهتره و هیجان انگیزتره. پس بدون توضیحات بیشتر بریم با هم این ویدیوی خفن رو با دوبله اختصاصی داشتون پوریاوست ببینیم. میخوام بهتون نشون بدم یه تجربه تفریحی $500,000 چجوریه و بهتون قول میدم حسابی پراتون بریزه. تو این ویدیو خواهید دید که ما با $250,000 میتونیم شبیه ساز پرواز تو فضا رو داشته باشیم. با یه هزینه $50,000 میتونیم به دل اقیانوس‌ها سفر کنیم. داره میاد سمت ما و یه عالمه تجربه فوق‌العاده دیگه. من الان بالای بلندترین برج دنیا هستم. آی خدا جو. ولی خب بیایید اول با ارزون ترین تجربه ممکن شروع کنیم. یعنی شتر سواری. داداش $1 دهم شتر سواری بلدی؟ $1 ثانی دقیقه شده. به نظر من که $1 خیلی منطقیه. محکم سفت. بازو محکم سفت یا اخوی. واقعیتش میخواستم برم مصر واسه شتر سواری ولی خب خرجش بیشتر از $1 میشد. آقای ادیتور زحمت اهرامو بکش. آره الان بهتر شد. قشنگ. نیم ساعت روی این ماشین انگار 3 ساعت هوازی زدی. قدم بلند شده. اینجوری قد بلند بودنم تجربه کردم. با $1 فقط میشد 2 دقیقه سواری کرد و وقتمون تموم شد. حالا میریم شاممون رو تو آسمون بخوریم. اگه $10,000 بدی میتونی 1 کیلومتر بری تو آسمون با یه سرآشپز اختصاصی که برات غذاهای ویژه میپزه. بچه‌ها سایه بالونه افتاده اونجا رو زمین. برگام. راستشو بخوای بالاتر از اون چیزی که فکر می‌کردم اومدی. هر روز که پیش نمیاد بتونی شامتو تو ارتفاع 1 کیلومتری بخوری. تازه این خانم سرآشپز از حرارت خود بالون استفاده میکنه تا غذاها رو واسمون بپزه. اصلا فکر نمیکردم شدنی باشه. مستر بیست. وای اوه این بعده غذای بعدیمونه نگاه. قراره ماهی کبابی بزنیم که با حرارت این بالونه پخته شده. ممنون خانم. خدایی خوشمزه. جیمی این فوق‌العاده است. سر اون پایین چقدر خفنه. بهترین ویو ممکن موقع غذا خوردن. این ماهی هیچ وقت فکر نمی‌کرد انقدر بیاد بالا. اگه $10,000 پول اضافه داری یا میخوای دوست دخترتو تحت تاثیر قرار بدی بیارش اینجا. تک تک خوراکیایی که این خانم برامون پخت فوق‌العاده بود. ولی هنوز یه سوال گوشه ذهنم مونده بود. به عنوان یه سرآشپز نظر واقعی تو راجع به شکلاتمون بگو. خیلی خوب و متعادله. به شخص از تورتیه شکلاتش خوشم اومد. بفرمایید سرآشپزم تایید کرد. به نظرم این $10,000 واقعا ارزشش رو داشت. تجربه بعدی $50,000 میارزه و کارل چندلر نمیدونن چی براشون کنار گذاشتن. نظرتون راجع به قایق چیه؟ به نظرم خیلی خوشگله. جدی به نظرت $50,000 میارزه؟ البته که نه. ولی اون یکی میارزه. قراره با این زیر دریایی بریم ماجراجویی؟ وای خدای من. حاضری بریم تا ناموس دریا رو ببینیم؟ آره. خب بریم پس. جانمونی. وای خدا. جان که نباید این کارو کنیم. بیایید دیگه. باشه. اومدم. بریم ببینیم تو اعماق دریا چه خبره. وای خیلی خفنه. همین الان میتونیم ماهی ببینی. تازه هنوز پایین نرفتیم. دلم میخواد کف دریا رو لیست بزنیم. خب میتونیم هر کاری دلمون بخواد بکنیم. این زیر دریایی مال خودمونه و میتونیم باهاش هر جا دلمون بخواد بریم. بیاید همه کار بکنیم. به جز غرق شدن این یک کارو شرمنده. واسه اینکه بتونیم از بهترین زوایا فیلم برداری کنیم به چند تا قواس پول دادیم که دنبالمون بیاد. خیلی باحاله. بریم باشون صحبت کنیم. بچه‌ها میخوام بگم کوسه پشت سرشه. شما هم لطفاً بترسید. واقعا نگاه کرد. همزمان که ما اینجا زیر آبیم نولان و طارقم به یه تور وحشگشت رفتن توی آفریقا. قراره بفهمیم ما جونورای خفن بیشتری میبینیم یا اونه. خب معلومه ما. این خیلی قشنگه. خیلی خب بریم سلطان جنگل رو پیدا کنیم. تا شیر ندیدیم نمیتونیم از آفریقا بریم. متوجه هستی؟ بچه اگه شما بودین ترجیح میدادید کدوم سفر رو برید؟ اون سفر دریاییه یا اون حیات وحش آفریقا؟ من خودم احتمالاً آفریقا رو انتخاب میکردم. شما میتونین انتخابتون رو تو کامنت ها بنویسید. ندیدیم نمیتونیم از آفریقا بریم. متوجه هستی؟ آره با میفهمم چرا اونجوری با هم حرف میزنیم. اونجا رو این گراز پومبا ای بابا ترسوندش که. ببخشید نباید داد میزدم. حواسم نبود. گوره خر. حس میکنم گوره خرا خوشمزه‌ان. مثلا اگه یه شیر بودم همیشه گوره خر میخوردم. خیلی تو پرن. جان سر این واقعا 50,000 تا میارزه. آره به شرطی که مال جیمی باشه. فکر کنم اون یه زیر دریایی دیگه است که غرق شده. در جای اینو برمیگردونیم بالا. واه سر چقدر به اون صخره ها نزدیکیم. اوه اوکیه که انقدر نزدیکیم؟ آره چیزی نیست. خیلی خوب. ولی انگار فقط ما نبودیم که خیلی نزدیک شدیم. گوره خر کجا میری؟ هی وایسا رفیقی نرو برگرد. طارق نظرت چیه فیل هوا کنی؟ دوتاشون پشت سرتن. اوه اینو خیلی نزدیکن. وای خیلی نزدیکه. وای خیلی نزدیکه. داره میاد این سمت. یه فیل بهمون حمله کرد. وای اونجاست. خیلی خوشگله. واسه خودش یه ارتشه. بابا
خیلی باحال‌تر از زیردریاییه. مسکولا جای این رفتن ماهی ببینن. من بگم که الان قلبم داره میاد تو دهنم. خب اینم از تجربه های 50,000 دلاری. چیزی که قراره بعد از این ببینید خیلی خفن تره، چون تجربه بعدی چیزی نیست جز یه تجربه 250,000 دلاری از نبود جاذبه. این شرکت شما رو میبره تو آسمون و یه فضای بدون جاذبه رو براتون شبیه سازی میکنه. حاضریم که تجربه 250,000 دلاری رو شروع کنیم. ای وای اما من رفتم. وای خدا نمیتونم از معلقی در بیام. بده بیاد. پسر خیلی حال میده. وای خدا خیلی محشره. الان قراره از اینجا تا اون طرف مسابقه بدیم. بریم تو کار جاذبه 0. وای یکی منو بگیره. نولان داره میبازه. من دارم حال میکنم. ای تونستیم. وای بردی. معلوم شد که بدون جاذبه مسابقه دادن یکم سخته، ولی خب کارل یه ایده باحال دیگه هم داشت. خب میخوام این دمنده رو امتحان کنم. بذار الان میرم. 1 2 3. ای وای ای وای ای وای واقعا چرا داره اینطور میشم. میشم من؟ وایسا. وای خدا. قبل اینکه شبیه ساز جاذبه رو خاموش کنیم میخوایم چند تا از این اسباب بازی جدیدامون رو بدون جاذبه درست کنیم. حاضری؟ آره. نولان تو هم سعی کن یه دونه درست کنیم. ما خفن ترین اسباب بازی دنیا رو ساختیم. کافیه یه خورده آب بریزی این تو، تکونش بدی و ببینی چه کاراکتری گیرت میاد. یکم آب میپاشم. به منم بده. ای تو روحت. داریم با این اسباب بازی‌ها غرق انگار میشیم. خیلی هم سخت نبود بچه‌ها. 109 تا کاراکتر مختلف هست که میتونید جمع کنید. این اسباب بازی‌ها تو پک‌ها و سایز بندی‌های مختلف وجود دارن و میتونید از اسباب بازی فروشی‌های سراسر آمریکا تهیه‌شون کنید. آره متاسفانه فقط تو خارج موجوده. من یکی خیلی دوست دارم. بی‌وزن شما میتونید از والمارت محلتون اگه میخواین بخرید. شما هم گیرتون بیاد سریعتر بخرید چون خیلی زود تموم میشن. کارل بیگی پس قبل از اینکه تموم بشن سهم خودتون رو بردارید. صحنه باحالی میشه. وایسا. اوه نولان بگیرش. کجای تاریخ؟ میخوام رو تارک فن بزنم. خدایا. یعنی واقعا تجربه 500,000 دلاری از این یکی خفن تره. بریم ببینیم هست یا نه. بعد از اینکه تقریبا کل دنیا رو گشتیم تا این ویدیو رو بسازیم، این شما و اینم تجربه تفریحی 500,000 دلاری. خفن ترین منظره یکی جدا از همه چیزایی که تو تاریخ بشر واسه دیدن وجود داره، امروز من و دوستام قراره بفهمیم که $500,000 میتونه چه تجربه ای رو برات به ارمغان بیاره. اونم توی لاکچری ترین کلان شهر دنیا، یعنی شهر دبی. شهری از دل صحرا و ساخته شده برای سرگرمی. و آخر این ویدیو قراره من یکی از معدود افراد دنیا باشم که روی بلندترین برج دنیا ایستاده. بچه‌ها مستر بیست اینو راست میگه. من یه مطلب دیدم تو اینستا که نوشته بود مستر بیست 8مین آدمیه که تونسته بره بالای بلندترین برج دنیا. حالا نمیدونم 8مین آدم معروفه، چون آدمای عادی اونجا نمیره، اصلا بالا رفتنش یه روالی داره که حالا تو این ویدیو خواهید دید. ولی آره نوشته بود مستر بیست 8مین فردیه که تونسته بره اون بالای بلندترین برج دنیا و اونجا بیسته. یا باشم که روی بلندترین برج دنیا ایستاده. قراره تا آخرش بریم، قراره حسابی پراتون بریزه. پس بریم خوش بگذرونیم. چجوری اینجایی بعد مثلا؟ از اینکه بالاخره تونستیم از این قاب عکس 500 متری بیایم پایین، رفتیم سراغ این قصر که در واقع یه هتل بود. سر اینجا رو با خیلی خفنه بابا. آیاتون دو استخدام طبقه داره. اول این هتل فوق‌العاده بودن، ولی خب نکته اصلی توی طبقه سوم بود. این طبقه کاملا زیر آب قرار داره. وای. نوشته به آتلانتیس خوش اومدید. ما همتون رو دوست داریم، البته به جز کارل. اینجا هم دوستت ندارم. رفتن لای یه عالم کوسه تا فقط منو مسخره کنه. محض اطلاع تو این آکواریوم بیشتر از 80 تا کوسه وجود داره و کمی دیگه قراره ما رو ببینید که داریم باهاشون شنا میکنیم. تازه به عنوان حسن ختام این تجربه های خفن میخوام ببرمتون چتر بازی. نه بابا. ولی آخه افتادن از هزار متر ارتفاع. حالا نگران اونجاش نباش، فعلا میخوایم بریم فرمول 1 سوار. آره. و قراره این کارو تو پیست بزرگ دبی انجام بدیم. سریع ترین ماشینای این شهر اینجا پیدا میشن. هر ماشینی دوست دارید بردارید بریم مسابقه. بزن چند بریم. تا از یوتیوبرای ساکن اینجا رو هم آوردم تا با این ماشین مسابقه یا خوش بگذرونیم. بریم بهتره کنیم داداش. وای خیلی دارن سری میرن. تازه این اولین برنامه امروزمونه، هنوز کلی تجربه خفن دیگه مونده. من آماده مسابقه‌ام. داریم از یه نفر جلو میزنیم، الان بهش میرسیم. وای نه جیمی نه. جون من سریعتر میرونه. فکر نکنم مامانم از مسابقه دادنم خوشحال بشه.
ناسلامتی ماشین مسابقه از گاز بده. این غیر قانونیه. خب این دیگه واقعا غیر تا قانونیه. من و رفیقم داشتیم با این ماشین مسابقه یا حال می‌کردیم، کارلاش آماده میشد تا یه ماشین فرمول 1 واقعی رو برونه. حالا که اینقدر خفن شدم بریم انجامش بدیم. شروع خوبی نداشتم ولی خوب. وای خدای من، ووهو! دارم فرمول 1 برونم. این بهترین روز زندگیمه. انقدر اینجا پول خرج کردیم که این لامبورگینی جدیده رو بهمون اشانتیون دادن. ببینیم چه جوری است. آره تایید میکنم که این لامصب خیلی سری میره. حالا میریم به یه مسابقه بسکتبال توی ابوظبی. بچه‌ها واقعیتش خودم خیلی حال نمیکنم پشت فرمون باشم و راستش جا پارکم گیر نمیاد. پس انگار بهتره بدمش به یه نفر. سلام داداش، میگم چنل مستر بیست رو سابسکرایب کردی؟ آره کرده. میخوای این لامبورگینی رو بهت بدم؟ ترجیح میدم یکی دیگه داشته باشتش. چی؟ یارو قبول نکرد. بچه‌ها ببین دبی چقدر پولدار داره که مستر بیست به صورت رندوم گفت داداش میخوام به لامبورگینی بدم. یارو گفت نه عزیزم بده یه نفر دیگه، بده نیازمند، من غنیم، من دارم. واقعا عجیبه. ترجیح میدم یکی دیگه داشته باشتش. چی؟ یارو قبول نکرد. آقای نگهبان میشه بیا اینجا؟ سابسکرایب کرده این لامبورگینی رو میخوای؟ چرا که نه؟ علی سوار شو. این لامبورگینی رسما مال توش. الان واقعا دارم میلرزم. همینه که میگم ساب کنید وگرنه لامبورگینی گیرتون نمیاد. بچه‌ها بیاید دیگه الان مسابقه شروع میشه. خوش بگذره. الان واقعا خیلی حالا خوشحالم. که شهر لامبورگینی کم شد وقتشه که برم این مسابقه بسکتبال رو ببینم. مهمان امشب ما مستر بیست. ولی یهو دیدم همه ریختن با مکس یادگاری بگیرن. خیلی خوشحالم میبینم. یاد چه گاری آخه؟ بعدش اونجا استیو هاروی رو دیدم. خوشحالم میبینم من. کاراتو خیلی دوست دارم. تازه راسل وستبروک رو هم دیدم. چطوره؟ هنوز به اندازه 200,000 دلار تجربه عشق و حال مونده. ما قراره به یه پارک آبی خیلی بزرگ بریم. خدا میدونه چه جوری، ولی قراره وسط صحرا با پنگوانا بازی کنیم. رئیسشون تویی؟ رئیسا همینجوری رفتار میکنه و تازه هنوز مونده. من الان توی اکواریوم گنده ام و 80 تا کوسه دور برمه. آقا سلام، ببخشید خیابون ولی از کدوم بره؟ آقا با شما ما باز لایتیر دریایی. وای آقا انگار ما بد موقع مزاحم شدیم، ببخشید. من آکوامن هستم، پروردگار کوسه ها. دستور میدهم که کوسه ها این رو بخورن، نه منو لطفاً. باشه؟ این دیگه کارلو بخور. دایناسوره. به عنوان رهبر دستورت میدهم. نه این نباید واقعی باشه. داداش یهو اکسیژنمون رو قطع نکن. خب قبل از اینکه این رفیقمون ما رو غذای کوسه ها کنه بریم توی رستوران غذا بخوریم که انگار از آینده اومده. با اجازه بزرگترا. جیمی شما اینجا میشینی. چی این دیگه چه کوفتیه؟ خدا اگه بدونم. حالا تو عمرم هیچ رستورانی نرفتم که اینقدر دور از دوستان بشینم. آقای خودتون رو برای یه تجربه استثنایی آماده کنید. ای وای. با اولین پیش غذامون شروع میکنیم. با یه گاز بخوریدش. سلامتی. سلامتی. اگه ازش خوشم نیاد چی؟ خوشمزه؟ فوق‌العاده داداش این است. همه قروفر واسه همین یه لقمه؟ آره. باشه. داره چیکار میشه؟ ای وای. جانم شبیه کال آف دیوتیه. دارم از ماتریکس خارج داداش میشم. مگه اینجا رستوران نبود الان شد سالن سینما؟ چه خودت داره خبره؟ چی آوردی ما اینجا یه وعده غذایی 9 مرحله‌ای می‌خوریم. تمام صف‌های اینجا تعاملی ان و با توجه به غذا تغییر میکنه. واقعا وای کارل اگه بهش دست بزنی تغییر میکنه. بچه‌ها ما الان باید از زمین محافظت من به کنیم. طرز عجیبی تو این کار با اینکه بدم. این اتاق واقعا جالب توجه. الان میخورم به لیوانم میافتن. خوراکی‌ها و نوشیدنیایی که بهمون دادن هم تجربه خاص خودشون رو داشتن. به لیوانت دست بزن بهت واکنش نشون میده. ما 9 تا خوراکی دهنا بنداز امتحان کردیم. از غذای دریایی تازه عجب چیزیه. تا این مینی برگرای طلایی. خوب بود؟ میشه خب. چه عجب چندلر خوشش اومد. و در آخر یه سورپرایز ویژه هم برامون داشتن. اون کیه؟ اون چنده. نه نیست. این کجا شبیه من آخه؟ خب بریم به ادامه تجربه همون برسیم. قبل از اینکه به مرحله سقوط آزاد از آسمون برسیم و همچنین به بالای بلندترین برج دنیا بریم، باید قبلش ترس از ارتفاعمون رو توی این استخر هوایی امتحان. بچه‌ها ویو رو داشته باشیم. وای خدا جون. داری شوخی میکنی؟ بچه‌ها کاش خودتون اینجا بودید میتونستید منظره رو ببینید. باورم تو ارتفاع نمیشه. 200 متری این برج یه اینفینیتی پول 360 درجه وجود داره. از این بالا میتونی منظره ی هر جای شهر رو که خواستی ببینی. بچه‌ها بپرید دارم میام تو. بچه‌ها اون جزیره‌ای که اونجا توسط آدما ساخته شده. خدایی عجب شهری ساخته. بچه‌ها راست میگه این جزیره مصنوعیه و
خود برای بچه دبی ساختنش و خیلی باحاله. شکل نخله. حالا من میگم آقای ادیتور یه عکس براتون بذاره که بهتر ببینید و واقعا فوق العاده است به نظرم. یه حرکت توریستی خیلی خفن بوده و نتیجه کارم عالی از آب در اومده. چه اون جزیره‌ای که اونجا توسط آدما ساخته شده. خدایی عجب شهری ساخته. بچه‌ها این دسته‌بیلو بفرستید بیرون. آروم داداش آروم. خدایی فوق العاده نیست. اومدیم نوک دوبه. خب بچه‌ها وقتشه بریم از آسمون بپریم پایین. داداش صاف میافتیم رو زمین نه عزیزم قراره تو این جزیره دستسازه بیفتیم. خدای من خیلی کمربنداتون رو ببندید چون قراره چیزی رو ببینید که هیچ وقت فکر نمی‌کردم تو عمرم انجام بدم. دیوونن بابا آخه کی از اون بالا میپره پایین؟ ولی خب تجربه های مختلف به چه دردی میخورن اگه نتونی جلوی بزرگترین ترست بیستی؟ یعنی سقوط از آسمون. بچه‌ها اگه مردم بازم ویدیو رو آپلود کنید. شوخی داره جدی میشه. فاتحه. برام زن بگیرید بگید دوستش داشتم. آماده تیک آف بشید. دارین تیک آف میکنید. میدونم. دیوونه برام کیه؟ نمیشه شوخی جدی شد. احتمالش هست بمیریم. فقط خدا میدونه. پناه بر خدا. رسیدن به ارتفاع 10,000 پایی. خیلی بالا. غلط کردم. جیمی نمیخوام. زود باشه این وقتشه. اول کارلو بندازید. جیمی ازت متنفرم. حالماتو دم میخوره. نه. خدای من. یا خدا بابا من میترسم. آقا پشیمون شدم ولم کنید. یا خدا خیلی وحشتناکه. من عمرم بپرم. ای وای چطور بود؟ واقعیتش به خودم ترسیدم. ترسیدی؟ آره خیلی ارتفاع داره. واقعا این یکی از بزرگترین ترسام بود. وای خدا رحم کن. ولی به خاطر شما پریدم. رسیدیم. یا خدا آی خدا رو شکر نمردم. چندلر کجاست؟ نگو که نامرد نپرید. چندلر کجاست؟ چندلر یا هنوز نپریده یا یه گوشه افتاده مرده. امیدوارم نپریده باشه. شرمنده‌ام جیمی من انجامش خدا رو شکر نمیدم. من از چندلر نخواستم تو بزرگترین تجربه این ویدیو همراهیم کنه چون پشت سر من برج خلیفه قرار داره. بزرگترین ساختمون دنیا و قراره تو این تجربه من برم اون بالا بیستم. اولین قدم برای رسیدن به بالای این برج 830 متری اینه که سوار آسانسور بشی و بیشتر از 160 طبقه بری بالا. اما برای گذشتن از 200 متر نهایی هیچ راهی نیست. باید خودت از پله ها بری بالا. حاجی خیلی بلنده. ای وای چقدر پله داره. نمیدونستم بالا رفتن از پله ها انقدر سخته. بعد از بیشتر از 1 ساعت بالا رفتن هنوز نصف مسیر رو هم نرفته بودیم. یه لحظه فکر کردم رسیدم بالا ولی خب هنوز انقدر مونده. تموم نمیشه. چرا؟ با هر قدمی که برمی داشتم از خودم میپرسیدم که آیا واقعا دلم میخواد این کارو انجام بدم؟ فکر نکنم بتونم. میتونی بابا. انشالله که خیره. اما با وجود سختی زیاد من مدام به خودم یادآوری میکردم که قرار جزو معدود افرادی باشم که میتونن بالای بلندترین سازه دنیا بیستن. خیلی خوب اگه خدا بخواد رسیدیم. خیلی خوب موفق شدم. من الان بالای بلندترین ساختمون دنیا ایستادم. باور نکردنیه. وای خدا چقدر ارتفاع زیاده. وای خیلی وحشتناکه. وای نباید پایین رو نگاه کنم الانه که بالا بیارم. راستشو بخواین مستر بیست شکور رو زمین بیشتر حال میده. آخه اونجا احتمال اینکه هر لحظه از هوش برم وجود نداره. من متوجه شدم وقتی با ترسام روبرو میشم در نهایت ازش لذت میبرم و چیزای جدید یاد میگیرم. خوشحالم که این تجربه رو داشتم و از شما هم میخوام از محدوده امنتون خارج. یه کاری کن که معمولا انجام نمیدی. در نهایت کلی حال میده و چیزای جدیدی یاد میگیری. ممنون که ویدیو رو دیدید. امیدوارم این همه زحمت ارزشش رو داشته باشه. عاشقتونم. خب رفقا مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. امیدوارم شما هم مثل من از این ویدیو لذت برده باشید چون خدایی ویدیو خوبی. مواظب خودتون باشید، درساتون رو بخونید، ورزش کنید و سلامت باشید. تو ویدیوی بعدی میبینمتون.